أينما كنا أينما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه اجمعین. خوش آمدید به درسی سوم کتاب مختصری قدوری. امام قدوری رحمه الله می فرماید والمعانی الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبیلین. درس سوم درباره نواقض وضو است. از اینجا به بعد شکننده های وضو را بیان میکند. والمعانی، معانی اسباب، علت ها را بیان میکند، یعنی علت هایی که وضو را میشکند، اسبابی که شکننده وضو است. والمعانی الناقضة و اسباب شکننده برای وضو كل ما خرج من السبیلین، یعنی از جمله اسباب شکننده وضو كل ما خرج من السبیلین، هر آنچه که خرج بیرون شد من السبیلین، از هر دو راه. هر دو راه کنایه از راهی که پساب و پیشاب بیرون میشه، یعنی بول و براز از اعضای مخصوص انسان که بیرون میشه اما را میگه سبیله مراد است. ما خرج من السبیلین عام است، برابر است که پساب و پیشاب باشه، یا منی و ودی و مزی اینها بوده باشه، یا اینکه خون حیض، استحاضه، یا خونهای عام، یا چرک و یا هم کرم، هر آنچه که از وجود انسان بیرون میشن در تحت مخرجه شامل است. و از جمله شکننده های وضوی دیگری بیان میکنن و دم و همچنان خون از جمله شکننده های وضو گرفتن. در مسئله خون شکننده اول ما خرج من السبیلین اتفاقی نزد همه علما است، اما مسئله خون مسئله اختلافی است. نزد علمای احناف خون از جمله شکننده های وضو است. والقیح، با اختلاف مسئله زیاد اشاره نمیکنیم تا اینکه از اصلی مقصود کتاب نمانیم. والقیح و همچنان شکننده سوم قیح است. قیح گفته میشه چرک و زردابی که از زخم بیرون میشه. قیح امو چرک خالص گفته میشه که به رنگ زرد بیرون میشه. و الصدید امو چرکی را گفته میشه که با خون بیرون میشه. یعنی قیح و صدید هر دو را از جمله شکننده های وضو گرفته. و الصدید و همچنان چرکی که با خون بیرون میشه. اذا خرج، وقتی که بیرون شود امی صدید چرک، من البدنی، از بدن انسان، هم بدن اما جایی که زخم است، مراد از اما زخم، فتجاوز، پس تیر شود، بگذرد، و برسد الى موضع، با جایی که یلحقه حکم تطهیری، امو جارا ملحق شود حکمی پاکیزگی، یعنی حکمی شستن. یعنی زخم در بدنی بوده باشه که اونجا از جمله اعضایی که شستنی از او فرض نبوده باشه، از او عضو بوده باشه، وقتی که از او سیلان میکنه، خارج میشه، بیرون میشه، جریان پیدا میکنه، میرسد به جایی، به موضعی که شستنش فرض است. از جمله ملحقاتی اعضایی که شستنی از او فرض است، از جمله از اونهاست. ملحق به او اعضاست، پیوست به او اعضاست. پس وقتی که به اونجا رسید میگه باز این از جمله شکننده وضو میشه. یعنی مثلا مثالش انسان در شانش زخمی است، زخمی ازی اما چرکش
سیلان پیدا میکنه، جریان پیدا میکنه، میریزه، میرسد به دستش دمو منطقه‌ای که شستن از او فرض است. یعنی از پنجه ها گرفته تا آرنج، از آرنج آب زخم تجاوز میکنه، میرسد به منطقه شستن. پس در این صورت میگه باز از جمله شکننده وضو میشه. و همچنان مثلا در ران، یا اینکه زانو ما فوق یا ما تحت زانو زخمی است، چرک ازی جریان پیدا میکنه، میریزه، میرسد به زیری از بجلک، منطقه‌ای که شستن از او فرض. با جو میرسه میگه باز وقتی که رسید یا جمله شکننده وضو میشه. این قید یک ذره شکننده را ضعیف میسازه و این قید کدام دلیلی شرعی وجود نداره. وقتی چرک شکننده وضو باشه، باز سیلانی ازی، یعنی برای سیلانی ازی که به مقدار جار اگر سیلان کنه و تجاوز کنه باز شکننده میشه، به این کدام دلیل شرعی وجود نداره. پس اگر وقتی که شکننده باشه و مجردی که سیلان کنه باید شکننده باشه دیگر. به او خاطر یعنی قول راجح در چرک برابر است که چرک خالص باشه یا چرک خون، چرک همراه خون، اینا شکننده وضو نمی باشه. البته انسان نظافت کنه، پاک کنه، لکن از جمله شکننده های وضو نمی باشه به قول راجح. و عده علما شکننده وضو می دانند. اگر زیاد سیلان میکنه باز انسان احتیاطاً اگر به خصوص همراه خون بوده باشه احتیاطاً اگر بشوه وضو بگیرد بهتر است. والقیء اذا کان ملء الفم، و همچنان میگه قی از جمله شکننده های وضو است. قی استفراغ گفته میشه وقتی که دل انسان بد میشه، آنچه که از دل بیرون میشه، خوردگی انسان بیرون میکنه، این را گفته میشه قی. وقتی قی میگه اذا کان ملء الفم، و شرطی که به پوری دهن بوده باشه. ملء الفم پوری دهن گفته میشه. پوری دهن از چی دانسته میشه؟ از این که انسان کنترل کرده نتونه از دهنش بیرون شوه، از دهنش بیرون شوه گفته میشه ملء الفم. مسئله قی هم یک مسئله اختلافی است. احادیث میآید در هر دو جانب که اگر قی بدون اختیار باشه، حدیث میآید که ای از جمله شکننده های روزه نمی باشه، و اگر به اختیار باشه قصداً انسان قی بیرون کنه باز از جمله شکننده روزه می باشه. و همچنان در حدیث دیگری عام ذکر شده که ابو درداء رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنه قاء فافطر. رسول الله صلی الله علیه وسلم قی کردن و باز روزه خدا افطار کردن. این راوی حدیث از ثوبان مولای رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره صحت همین حکم پرسان میکنه، میگه ابو درداء چنین حکم بیان کرده یا چنین مسئله را بیان کرده، آیا حقیقت داره یا نه؟ ثوبان میفرماید صدق، بلی ابو درداء راست گفته. و انا صببت له وضوءه، و ما آب وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما انداختم، یعنی ما آب انداختم اونا وضو گرفتن، یعنی به این شاهدی دادن. اگرچه عده بزرگ از اهل علم این حدیث ضعیف میدانن و مسئله قی یک مسئله اختلافی است. احتیاط امیز که انسان وضو بگیرد. و النوم مضطجعا، و همچنان از جمله شکننده های وضو خواب است. خوابی که بر پهلو بوده باشه، پهلو مضطجع گفته میشه خوابی به پهلو را، پهلوی راست یا چپ، حتی خواب استلقا همچنان که به پشت سر خواب میشه. او متکئا، یا اینکه خوابی که در حالت اتکا باشه، به چیزی تکیه کنه، مثلا به بستر تکیه کرده. او مستندن الی شیء، یا اینکه
به چیزی اعتماد کرده باشد، دست خود به بستره گذاشته باشد، چوکی کرسی گذاشته باشد یا پشت خود گذاشته باشد. لو ازیل عنه لسقط، اگر امی چیزی که به او اعتماد کرده، تکیه کرده، اگر ای را از این دور کرده شود، این شخصی که خواب کرده این میافتد. یعنی مقصدش است که انسان یعنی اتکا، تکیه به چیزی زده که اگر او چیز از این دور کرده شود، باز این در اختیار خود نمی باشه، در کنترل خود نمی باشه، میافته. یعنی از اختیار خود رفتگی است. این تو خواب شکننده وضو می باشه. اما خوابی که مضطجع نباشه، انسان در زمین اگر به مقعدش تکیه زده باشه، نشسته باشه، باز این خواب شکننده وضو نمی باشه. و حدیث در این باره صحیح میاد که صحابه کرام انتظار نماز خفته نمی کردن و رسول الله صلی الله علیه وسلم تأخیر کردن. صحابه بعضیشان آواز خوابشان بیرون شد، اما آواز خاصی که وقتی کسی را خواب میبره بیرون میشه. البته اینا نشسته بودن، همه انتظار نماز میکشیدن و همراه از او نماز خواندن. این نوع خواب شکننده وضو نمی باشه. والغلبة على العقل بالاغماء والجنون، و همچنان از جمله شکننده های وضو شخصی که بالای عقلی از او بیهوشی و دیوانگی غالب شود، یعنی دیوانه یا بیهوش شود، در این صورت باز وضوی از این مشکند. والغلبة على العقل، و همچنان غلبه حاصل کردن بالای عقل از طریق چی؟ اغما. الاغما گفته میشه بیهوشی را، و الجنون، و همچنان جنون. یعنی جنون، دیوانگی، اغما، بیهوشی بالای عقل غلبه حاصل کنه و عقل دیگر اما کنترل خود از دست بدهد، در این صورت وضو مشکند. والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع و سجود، و همچنان قهقهه گفته میشه خنده با آوازی بلنده. یعنی خنده با آوازی بلند هم از جمله شکننده های وضو است. شکننده های وضو است. فی کل صلاة، البته شکننده با وضوی کدام نماز؟ ذات رکوع و سجود، نمازی که صاحبی رکوع سجود بوده باشد. اما نمازی که بدون رکوع سجود باشه، باز وضو را در اون نمیشکنه. میگه یعنی قید نمازی را بیرون میکنه که در اون رکوع سجود نیست، مثل نمازی جنازه. ولی در حقیقت بالای قید کدام دلیلی وجود نداره. با آنچه که از جابر رضی الله عنه به طرق مختلف درباره قهقه وارد شده، بحثی احادیث در سنن دارقطنی ببینید، اکثر روایاتی که در قهقه آمده، قهقه نماز وضو را میشکند و همچنان نماز فاسد میکنه، این روایت های نهایت ضعیف است. و درستر در این باره، روایت قوی ترش امیست که قهقه نماز فاسد میکنه، لکن وضو را از بین نمیبره. یعنی اعاده وضو لازم نیست در قهقه، اما نماز از بین میبره. انسان وقتی که در نماز قهقه میکنه، با صدای بلند خنده میکنه، نمازش فاسد میشه، دوباره باید نماز اعاده کنه و بخواند. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.